سلام و درود و رحبات. این بار اومدیم تا زیورآلات زنان بلوچ رو معرفی کنیم که خیلی زیبا و دلفریب هستن که مانند سوزندوزی و الباقی هنرهای ملت بلوچ اصیل و دست نخورده باقی ماندن و از قدیم الایام تا حالا زنان و دختران بلوچ از آنها استفاده میکنن. زیورآلات زنان بلوچ که دارای طرح‌های منحصر به فرد هستند که در زمان قدیم بیشتر از نقره همراه با الماس، بیروزه، مروارید و سنگ‌های قدیمی دیگر استفاده می‌کردند، اما در عصر جدید بیشتر زیورآلات زنان بلوچ از طلا و پیروزه و مروارید ساخته می‌شود. این زیورآلات شامل گردنبند که بهش کپکو، تک یا مورت می‌گفتن، دستبند یا چوری، گوشواره‌ها یا چلمب و دور یه جور گوشواره بزرگه، شمس و کت که همون سربند، انگشترها که بهش چله میگفتم، سینیریز یا سنجاق که در بلوچی بهش سنجاک یا تاسینی میگوین، خلال دندان یا دندانپاچ، حلقه های مو یا مودیگ که همه اینها نمایانگر تاریخ، تمدن، فرهنگ غنی ما ملت بلوچ را نشان می‌دهد.